بریم تا با هم خوشمزه ترین تیرامیسوی جهان رو درست کنیم. ابتدا یه خامه 100 گرمی رو با پودر قند یا شکر حدود 4 الی 5 دقیقه با هم مخلوط میکنیم با همزن برقی تا به غلظت مورد نظری که الان شما در تصویر مشاهده میکنید برسه. و بعدش که خاممون آماده شد میریم سراغ یک عدد زرده تخم مرغ و یک قاشق غذاخوری شکر با هم مخلوط میکنیم و تا به این سفیدی که میبینید برسه. و در مرحله بعد هم به زرده تخم مرغمون این پنیر خامه‌ای که حدود 100 گرم هستش رو هم اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم و با خاممون که از قبل آماده کرده بودیم مخلوطش میکنیم با پنیر خامه یا زرده تخم. و حالا بیسکویت های پتیبور یا لیدی فینگرمون رو حدود 1 الی 2 ثانیه داخل ظرف اسپرسو یا قهوه فوری که سرد هستش فرو میکنیم و میذاریم کف ظرفمون و لایه لایه بیسکویت و کرم تیرامیسومون رو بهش اضافه میکنیم و با پودر قند تزیین میکنیم. لایک و فراموش نشه. عاشقتونم. گود بای.